اگه دنبال یه گوشی گیمینگ خفن میگردی این ویدیو رو از دست نده، چون امروز قراره دو تا از خفن ترین گوشی‌های گیمینگ دنیا رو با همدیگه مقایسه کنیم. ROG Phone 9 Pro و Red Magic 10 Pro. سلام، من شایانم و اینجا کانال ماست. اگه به تکنولوژی علاقه‌مندی حتما کانال رو سابسکرایب کن که ویدیوهای این مدلی رو از دست ندی. بریم سراغ مقایسه‌مون. خب بریم اول سراغ طراحیشون. رد ماجیک یه قاب آلومینیومی مات داره و پشت و جلوش هم از جنس شیشه است. یه طراحی خیلی تخت داره با گوشه‌های کمی گرد. پایین گوشی پورت شارژ و یه اسپیکر دیده میشه. سمت چپ گوشی یه ورودی هوا برای فنش می‌بینیم و سمت راست گوشی یه خروجی هوا برای فنش، دکمه پاور، دکمه‌های ولوم، شولدر تریگرها و یه دکمه مخصوص برای حالت گیمینگ. بالای گوشی هم یه جک 3.5 میلیمتری می‌بینیم با یه اسپیکر دیگه. پشت گوشی همونطور که گفتم جنسش از شیشه است و طراحی کاملا تختی داره، یعنی هیچ بیرون زدگی دوربینی نداره و گوشی رو میتونید صاف بذارید رو میز. و شیشه‌ش هم شفافه، یعنی داخل گوشی دیده میشه و لوگو و فن RGB دار گوشی هم کاملا تو چشم میزنه. با اینکه خیلی طراحی جذابی داره ولی اثر انگشت رو خیلی بد نشون میده. وزنش حدود 230 گرمه و گواهی IP68 یعنی مقاومت در مقابل گرد و غبار و آب رو نداره که احتمالاً به خاطر سوراخ‌های فنشه. این گوشی هم تو 4 تا رنگ عرضه میشه: داسک، شادو، لایت سپید و مونلایت. ROG Phone طراحی گردتری داره با یه بدنه آلومینیومی مات و حس بهتری تو دست میده. پایین گوشی هم یه پورت USB-C میبینیم که وسط نیست، گوشه گوشیه. یه اسپیکر و یه جک 3.5 میلیمتری. سمت چپ گوشی هم یه پورت شارژ USB-C دیگه میبینیم که برای موقعی که با گوشی دارید بازی میکنید بتونید از پایین راحت گوشی رو شارژ کنید. اگرم با دوتا بزنید تو شارژ گوشی نمیترکه، صرفا اولویت رو میده با شارژری که بغل گوشیه. سمت راست هم دکمه‌های پاور و ولوم و دوتا ایر تریگر رو میبینیم. پشت گوشی هم از یه شیشه با یه پوشش مات ساخته شده و یه بیرون زدگی گنده برای دوربین بالای گوشی سمت چپ میبینیم. چیزی که خیلی پشت گوشی جلب توجه میکنه انیمی ویژنه، یه پنل LED کوچولو که توش کلی انیمیشن باحال نشون داده میشه، مثل موزیکتون، تایمر، ساعت، آب و هوا، حتی انیمیشن دلخواه خودتون. حتی میتونید توش بازی کنید. اون بازیه بود که دایناسور کوچولو میپرید موقعی که اینترنت قطع میشد تو براوزر بازی میکردیم. اونو میتونید توش بازی کنید. وزنش هم حدود 228 گرمه و گواهی IP68 هم داره، ولی فقط تو رنگ فانتوم بلک عرضه میشه. بریم سراغ عملکرد و سخت افزار گوشی. جفتشون از اسنپ دراگون 8 الیت استفاده میکنن که یکی از بهترین پردازنده‌هایی که داریم. جفتشون هم تا 24 گیگ رم و تا 1 ترابایت فضای داخلی رو ساپورت میکنن. جفتشون هم سیستم عاملای شخصی سازی شده خودشون رو بر پایه اندروید 15 دارن. توی رد ماجیک با زدن دکمه مخصوص گیمینگ وارد گیم اسپیس میشید، جایی که میتونید به بازیاتون دسترسی داشته باشید یا عملکرد گوشی رو تنظیم کنید. مثلا میتونید دیابلو مود رو فعال کنید که گوشی با تمام زورش وارد بازی میشه. توی ROG هم نرم افزار آرموری کریت دقیقاً همون کارو میکنه. به بازیاتون دسترسی دارید و عملکرد گوشی و اینجا با فعال کردن ادوانسد مود گوشی با تمام زورش میاد وسط. بریم سراغ صفحه نمایشاشون. جفت صفحه نمایش‌ها امولدن. صفحه نمایش ROG 6.78 اینچه، صفحه نمایش رد ماجیک 6.85 اینچه. ریفرش ریت ROG تا 165 هرتز میرسه، در حالی که رد ماجیک تا 144 هرتز میرسه. جفت گوشی‌ها هم حسگر اثر انگشت زیر صفحه دارن. جفت صفحه نمایش‌ها خیلی خفنن، ولی رد ماجیک با بردن دوربین جلو زیر صفحه نمایش و دادن نسبت نمایشگر به بدنه 95% خیلی موقع گیم حس بهتری میده. از لحاظ صدا هم جفتشون صدای استریو میدن. صدای جفتشون خیلی بلنده، اما ROG بیس بیشتری میده. ولی به هر حال تو جفتشون جک 3.5 میلیمتری هست و میتونید هدفوناتون رو بهش وصل کنید و بدون هیچ لگی بازی کنید. بریم سراغ دوربین. دوربین اصلی هر دو تا گوشی 50 مگاپیکسله، اما ROG وایت بالانس بهتری میده. پورتریت جفت گوشی‌ها هیچ تعریفی نداره. رد ماجیک یکم مصنوعیه، ROG یکم بهتر. جفتشون هم قابلیت فیلمبرداری 8K 30 فریم بر ثانیه رو دارن، اما تو ROG اکسپوژر و رنگ‌ها طبیعی‌تر. دوربین جلوی رد ماجیک 16 مگاپیکسله و همونطور که گفتم زیر صفحه نمایشه و این باعث شده که کیفیت خوبی نداشته باشه. اما در مقابل ROG یه دوربین که زیر صفحه نمایش نیست و 32 مگاپیکسله داره که برای یه گوشی گیمینگ عالیه. یه تفاوت لنز هم دارن. ROG یه لنز تلفوتو با زوم اپتیکال 3 برابری داره، رد ماجیک یه لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی داره. بریم سراغ باتری که نگم براتون. باتری که اصلا مقایسه کردنش زشته. رد ماجیک یه باتری غول‌پیکر 7050 میلی آمپر ساعتی داره، در حالی که ROG یه باتری 5800 میلی آمپر ساعتی. برای شارژ کردنش هم رد ماجیک رو میشه با یه شارژر 100 واتی شارژ کرد و ROG رو با یه شارژر 56 واتی.
البته ROG از شارژ وایرلس 15 وات هم پشتیبانی میکنه. هر دوتاشون هم قابلیت باتری بایپس رو دارن. یه قابلیتیه که وقتی گوشی رو میزنی به شارژ میتونی فعالش کنی و باتری رو از مدار خارج میکنه و گوشی مستقیم با برق کار میکنه. این باعث میشه هم سلامت باتریتون حفظ شه، هم گوشی کمتر داغ کنه. بریم سراغ قسمت تلخ ماجرا، قیمت. نسخه مکس شده جفتشون، یعنی 1 ترابایت حافظه داخلی و 24 گیگ رم، تو تاریخ 18 اردیبهشت 1404 تو سایت نیک دی جی ROG 160 میلیون تومنه و رد ماجیک 145 میلیون تومن. خب بعد این همه بررسی چه نتیجه‌ای میگیریم؟ نتیجه نمیگیریم، نتیجه رو خودتون باید بگیرید. اگه دوربین براتون تو گوشی گیمینگ مهمه، ROG گزینه بهتریه. اگه باتری براتون مهمه، رد ماجیک گزینه بهتریه. تهش برمیگرده به استفاده خودتون. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک یادتون نره، اگه اینجور محتوا رو دوست دارین سابسکرایب یادتون نره. و حتما برام تو کامنت ها بنویسید بین این دوتا گوشی به چه دلیل کدوم یکی رو انتخاب میکنید، یا اگه اصلا هیچ کدوم یه جایگزین برام بنویسید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.